جانم تور بالا ببینم دلارام ای تو را زیباتر از دنیا ببینم ای جان محبوب وی به هر گوشه بشانم من حاله تو را سبزتر و هم زیبا ببینم ای نازنینم و هر جا پا گذاریم زمینم ولی ما که هستم مکن نوکر از اینیم که بیام خور مسافر کنم شه و را زمین دپرته کنم ایکو پول داره از ایکو چی کم نمیشه بفهمیدی؟ خوبه دیگه مصرف داره خودت هم میبینی که مصرف داره دیگه نیکه وقت در مصرف کنه شو یا الله سلام علیکم سلام علیکم خیریات بخیر جان شما جان راستین خیریات بخیر اشتن رو ترجمه خیر خیریات یا راستین خیریات شکر زنده باشید سلام خوب عمودم پیش دکتر استاد بودیم دکتر چی میگو دکتر گفت تقریبا 40-50 کلدار دیگه هم به کاره داریم پیش خوب پیش خو ما نداریم و پس دیگه به افغانستان زنگ زنی که شما پول میل ری کنم دیگه دختره که یک عمل دیگه هم داره خوب مشکل نداره من زنگ میزنم ما یک چیزی از شما ماستم بپرسم لا ترجمه بله چند سال میشه شما اینجا ترجمانه تقریبا 25 سال میشه اینجا ما 25 سال میشه 25 سال میشه پاکستان بله کاروبار شما چیه کاروبارم فقط همین ترجمانه همین ترجمانیه دیگه هیچ وظیفه ندارم وظیفه مونه دیگه به افغانستان خونه میریم دیگه این تو به هر 2 سال 3 سال 1 سال یک گامی چرخه 4-5 شهر برم پس برمیگردم حالا 50,000 کلدار دیگه با کاره همین دیگه 50,000 کلدار دیگه به کاره باشه خوب برای خدا چای بخوریم زنده باشید خدا حافظ خدا حافظ شما ما یک زنگ بزنم زنگ زنیم دیگه چاری کنه وقتی تو سگو کم دیک تو ناسوی زواز خب بخیر بله بله خوبه بخیریم جان شما جور تیار هستیم سلام علیکم مونده نباشیم برارمنی همه گیلک و شما کینیم کینی گیلاکی کجای لالاتو آها اشتن دو جو خیریت اشتنم بابامه گیلاک سگو چی میگو میگم یک کنیم لک دگم با کار شده مگر حواله کنین که ری کنیم بی طرف ما 1.5 لک کلدار خو 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 انال فقط 1.5 لک کلدار لازم شده امینا رو برار خوب ولالا خوب بگو که تا نمازگار ری کنه که بیه خب آن دوماد من میگم که دوماد ما زنگ دادن که بوجی سنگای اینا رو ور میداریم بوجی سنگای اینا رو ور میدارم حتی شکم اینا خب خداحافظ خداحافظ اجاتی من رو پیار من بیس کنیم شما اجاتی من خوبه خداحافظ طفله پیرک مثل که با میگم عمل دیگه میکنم 1.5 لک کلدار بدین که میگم بوجی رسته شکم نوا داریم بوجی زنگ داره وای 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 چندی پول ری کردیم مال تیار پیار نشدم باشه برم لالا خور پیدا کن که بگو
که زنگ زن پول ری کنه. فعلا اشتناقه عمل بشده به خیریت تیر شد. خب چی گفتم حاله؟ لالا یک عمل خوب شد خلاص شد بخیر. همی عمل دیومه که همی کیسی سفرایر ور میدارم 1.5 لک دیگه کالدار به کار شده. 1.5 لک دیگه مصرف داره. ببین دیما جوخی 1.5 لک کالدار دیگه ری کنم 7.5 لک کالدار میشه. خب مصرف میشه دیگه لالا ما کنار چیکار میکنم دیگه 7.5 لک شده دیگه مصرف میشه. حتما دکترها اونجا مثل دکترها اینجا نمیفهمم. اینجا گو همی دوا قیمت است که اصلا خریده نمیشه. یعنی گفتم حتمی به کاره. مشکلی نیه گپ نیه من میکنم هم مقصد پیار تیار شه کوشش بکنیم پیش دکترها خوبه ببریم. همیتا نقصه و رده برد همیتا نقصه را نوشته میکنم دوای رای ما استانده رایی. ببین دیماجو من تا بیجا حتما من حواله میکنم پولار. خوب یکم شما متوجه همون ترجمانا باشیم. بعضی ترجمانا که هست خودی از اونو ساخته هم مردم چور میکنم. خودی دکترها خودی شفاخونه ها خودی دکترها ساخته هم میرم خلاص اونجا میبینی پروتکل میکنم. ایشتن یه لالا هم هر جایی که پا هسته هم هر جایی که پا هست بخیر. ما دل جامو بخیر کوشیم پول دو تراکه بریم حواله کنیم که بخیر همی عمل لگی از این هم بشه کلاک کنده شه. خوبه انا حتما میرم من به صرفیام حواله میکنم. باشه خداحافظ. خدا سلام علیکم. سلام بچه خاله جان بخیر سلامت. خیریت جان بخیر. طرف شما خیریت بخیر سلامت. زنده باشین سلامت باشین. قربان شما زنده. خبرها؟ شکر بخیر. شما خوب هستین؟ سلامت باشین زنده باشین. ایشته شدم از آقا با پاکستان خبر شدم که میته 5-6 لک روپیه شما طال ری کردیم. چی رقم شده؟ اول چی رقم بیتر شدم ان شاء الله. دیگه پاکستان ری کردیم خودم دومات خو که اونا رو ببرم همین تداوی کنم. خوب بسیار خوب. یعنی برای نا پول مولی هم ری کردیم 6 لک کالدار هم ری کردم. همین پیشتر هم من برفتم 1.5 لک دیگه حواله کردم برای 1.5 لک دیگه با دوباره ری کردیم. زنگ زد گفت اگه پولا خلاص شده هم 1 لک 2 لک دیگه هم ری کنه. من هم 1.5 لک بتونستم که پر کنم. همین اونا رو ری کردم. گفتم بالکم همین اجی آقا تیار شده حداقل بخاطر که مصرف میشه. شفای بده مقصد می یک چیزی به شما میگم. هم پول نیه پول شرکت دست پیدا میشه. هم اجی آقامو میگیم که تیار شه. بیشک من یک چیزی خبر شدم لالا واقعا به شما بگم. من امیت خبر شدم که اینا همین دومات شما به سر شما پلان ریختنم لالا. چی پلان؟ عباره در شما 7.5 لک کالدار رو شما ری کردیم بری از اینا اخذر مصرف نداره. اینا چکار کردن که 7.5 لک روپیه مصرف کردن؟ همون دوماته که ما به شما بینیم دومات شما بسیار مارگیریه. این مارگیری هست که 420 که چی 580 هم هسته. باور شما بشه اصلا مصرف نداری مریضی آقا شما. این قدر مصرف اصلا نداره. این معامله همون معامله چیز شد. همون معامله رفیق من که قصه که چی گفت؟ گفته که من گفته که ری کردم خسر خور به چیز ری کردم به این ری کردم بفهمیدین؟ بله. گفت خسر برای به این رفت گفته که برازادی هم خودی رفته. بعض اینا که برفتن به این رفتن بیان بعضی که پس اومدن که 18 لک مصرف شده. وعده که همه حساب کتاب کردن و جمع زدن پین کردن که همه مصرف ها رو حساب کردن مصرف و تعال و پین و بالا و کرایه و تاق همه حساب کردن پول ترجمه شد 8 لک 10 لک ریپر بزده بود. بیلا گفت اگه بیخی 2 لک دیگه همی چی بیخی 8 لک سراست همیتر پخته 8 لک و 10 لک هم مصرف های و 8 لک ریپر بزده. اولا که من به شما مقدار میگم لالا جگر که همون دوماده که من به شما دیدم و میشناسم او دوماد شما خود شما رندی میکنن لالا. اختیار خود داره. ما با شما عدوسی گپ میگم. همین قصر که شما گفتیم میادم اون گپ رفیق خو افتادم. خب پس این همون بوده که چلکی میکرد من ماستم برار خو گله کری کنم خود مکو مصرف کاربارایم گفت اگر ری نکنی ساده و پاکستان گم میشه نمیتونه ایر ببره به شفاخونه های بریبر پیدا کرده نمیتونه. گفت من میرم من در خدمت من در خدمت شما و در خدمت خسر خونم. همه قضیه چه پلیسی شروع کرد که چی بگی یعنی میگم این گپ بوده. شما اگه اشتباهی بکردیم لالا که خود شما حداقل میرفتین اگه براشم یک نفر از شما برا را میرفتین خودیو. راست میگی بچه خاله جو. یک نفر باید میرفتین. انا شما ری کردن
شما چامه هست خودی چیزی هم کرده نمیتونیم حساب کتاب هم کرده نمیتونیم به او ادب و سر شما منت بگذار که ما زندگی خیلی کرد وقت ما رفتم اونجا رفتم آخرا شما میته گپ بزنید حالا که باشد وقتا نماز به شما میگم چیزی خوب باشه که از بعد دیگه پول ری نکنی خلاص دیگه یک روپیه خوب شد بچه خالج عمر بفهموندی خوب شد بدیدم تو نه که انا لباس سبا زنگ میزد که با پول ری که با مجبور بودم ری میکردم فقط نماز به شما میگم مواظب خوب باشه میریم چاشت خود ما سلام زنده باشید اجاقار زنگ زدیم سلام بسیار میرسونیم به چی شما ان شاء الله که دعا بکنیم دیگه خدا شفا بده با شما مادر پیزال من همیشه وقت دعم که نماز میخونم و ساعت نماز اجاقا شما دعا میکنم خیر به یاد خدا باشید زنده باشید بخیر خدا باشید خدا